برای کمتر کردن خطر تصادف توی هوای بارونی حتما چراغ کوچیکاتون رو روشن بکنید. الان ماشین جلوییمون چراغ کوچیکاش روشنه، حتی اگه شیشه ما بخار کرده باشه ما دید کاملا واضحی رو نسبت به اون ماشین داریم. اینم عروسک آقا امیرحسینه. نکنین الان ماشینایی که از اون سمت میان ممکنه ما نبینیم چون چراغاشون خاموشه، ولی ما حتما این 207 رو میبینیم چون چراغ کوچیکاش روشنه. مراقب خودتون باشید. برای کمتر کردن خطر تصادف توی هوای بارونی حتما چراغ کوچیکاتون رو روشن بکنید. الان ماشین جلوییمون چراغ کوچیکاش روشنه، حتی اگه شیشه ما بخار کرده باشه ما دید کاملا واضحی رو نسبت به اون ماشین داریم. اینم عروسک آقا امیرحسینه. نکنین الان ماشینایی که از اون سمت میان ممکنه ما نبینیم چون چراغاشون خاموشه، ولی ما حتما این 207 رو میبینیم چون چراغ کوچیکاش روشنه. مراقب خودتون باشید. برای کمتر کردن خطر تصادف توی هوای بارونی حتما چراغ کوچیکاتون رو روشن بکنید. الان ماشین جلوییمون چراغ کوچیکاش روشنه، حتی اگه شیشه ما بخار کرده باشه ما دید کاملا واضحی رو نسبت به اون ماشین داریم. اینم عروسک آقا امیرحسینه. نکنین الان ماشینایی که از اون سمت میان ممکنه ما نبینیم چون چراغاشون خاموشه، ولی ما حتما این 207 رو میبینیم چون چراغ کوچیکاش روشنه. مراقب خودتون باشید.